اسقر با کردار. کی بود؟ مسعود پیشیار. اینا رو که میبینید اون یه دونه میلگرد از اونجا زدیم از دیوار رفته اون طرف، اینجا هم زدیم رفته اون طرف به خاطر بالکن جلو و 70 سانت دیوار اینجا نگه دارنده ای نداره. اینو سنجاقک کردیم تو دیوار که دیوار بالکن رو نگه سازمان بگیرم. اینم از این طرف سنجاقک کردیم تو داخل دیوار. اینم یه دونه جوش، اینم یه دونه جوش پایین. دو تا سنجاقک زدیم. تو کامنت ها حالا بگیم درسته یا اشتباه. کاری که ما انجام دادیم میلگرد رو گذاشتیم داخل دیوار کلافتیم. برای اینکه این اینم میاد بیرون 80 هم اومده دیوار بیرون بالکن. برای که اینو نگه داره روی دیوار اومده این کار رو انجام داده که 2 تا میلگرد زده تو دیوار که اینو نگه داره.